بعضی پرونده‌های جنایی با یک اثر انگشت حل میشن. بعضی با یک شاهد، اما این پرونده با یک نی پلاستیکی حل شد. اونم بعد 41 سال و حقیقت آشکار شد که سالها مخفی مونده بود. این دختر که عکسشو میبینین ترزا فوسکوی 16 سال است که از حالا به بعد ترزا صداش میکنیم. شب 10 نوامبر 1984 ترزای 16 ساله مثل هر هفته برای کار به پیست اسکیت میره. اون مثل همیشه حدود ساعت 5:30 عصر به محل کارش یعنی بوفه پیست اسکیت رسید. قرار بود که تا آخر شب کار کنه و بعد به خونه یکی از دوستاش بره و شب رو همونجا بمونه. اما اون شب انگار هیچ کاری براش درست پیش نمیرفت. اول با دوست پسرش دعوا شد، کمی بعد هم با کمک مدیر بوفه محل کارش درگیر شد و بس خیلی زود بالا گرفت. درست وسط شیفت کاری ترزا اخراج شد. این اتفاق برای یک دختر 16 ساله ضربه بزرگی بود و باعث شد که ترزا بعد از اینکه حسابی گریه کرد محل کارش رو ترک کنه. ترزا خسته، گریان و عصبانی در تاریکی شب از پیست اسکیت بیرون زد. اون لحظه احتمالاً فقط میخواست زودتر به آرامش برسه. اما خبر نداشت که در سایه‌های بیرون پیست چیزی وحشتناکتر از اخراج شدن در انتظارشه. صبح روز بعد مادر ترزا وارد اتاق دخترش شد. انگار تا اون لحظه متوجه نشده بود که ترزا خونه نیست. در هر صورت متوجه شد که تخت خواب دخترش مرتب و انگار دیشب اصلا خونه نبوده. البته خوب قرار بود که ترزا خونه دوستش باشه. پس مامانش فکر کرد که دخترش خونه دوستشه. اما وقتی گوشی تلفن رو برداشت و شماره ترزا رو گرفت، با هر بوق تلفن ضربان قلبش بالاتر رفت، چون جوابی که شنید همونی نبود که منتظرش بود. ترزا اصلا اونجا نرفته بود. بعد از اینکه به هر جایی که فکرشو میکرد تلفن کرد و فهمید ترزا اونجا نیست، بدون معطلی پیش پلیس رفت و ناپدید شدن دخترش رو گزارش داد. پلیس با همکارای ترزا صحبت کرد و ماجرای دعوای ترزا و اخراج دیشب رو فهمید. از همون روزای اول پلیس تصمیم گرفت که فکر کنه این دختر 16 ساله از خونه فرار کرده. عجیبه. به همین علت هم تقریبا هیچ جستجوی جدی برای پیدا کردنش انجام نداد متاسفانه. اما خانواده ترزا مخالف فرارش بودن. همه لباسای اون هنوز خونه بود. لباساش، بقیه وسایلش، حتی پول پسندازش رو نبرده بود. پلیس خیلی راحت پرونده رو بست و گفت این فقط یک نوجوان 16 ساله فراریه. اما یه سوال، کدوم دختری برای فرار از خونه تمام لباسا، وسایل شخصی و حتی پولای پسندازش رو جا میذاره؟ خانواده‌اش میدونستن یه جای کار بدجوری میلنگه. دوستان و خانواده ترزا تصمیم گرفتن خودشون دنبال ترزا بگردن. اونا خیابونا رو گشتن و به هر جا که ترزا ممکن بود رفته باشه سر زدن. اما هیچ اثری از این دختر نبود. وحشت زمانی به اوج خودش رسید که مردم شهر یاد یک اتفاق مشابه افتادن. چند ماه قبل یک دختر 15 سالی دیگه به اسم کلی به همین شکل غیبش زده بود. حالا یه سوال، آیا یه شکارچی در شهر پرسه میزد یا اینا فقط یک تصادف وحشتناک بودن؟ ترزا فوسکو در 18 ژانویه 1968 در لانگ آیلند نیویورک به دنیا اومد. او در شهر کوچکی به نام لینبروک بزرگ شد و یکی از 3 فرزند خانواده بود. بعد از مدتی پدر و مادرش از هم جدا شدن و پدرش به نیویورک سیتی نقل مکان کرد. با این حال ترزا و خواهر و برادراش مرتب به دیدن پدرشون میرفتن. از همون کودکی بزرگترین علاقه ترزا به رقص بود، به خصوص رقص باله. برای اون باله فقط یک سرگرمی نبود. رویاش این بود که روزی یا معلم باله بشه یا روی صحنه‌های معروف نیویورک به عنوان یک رقصنده حرفه‌ای اجرا کنه. تا اواسط دهه 1980 ترزا وارد دبیرستان شده بود و دختری اجتماعی و خوشبرخورد بود و خیلی زود
دوستان زیادی پیدا کرد. وقتی 16 ساله شد، یک شغل نیمه وقت در بوفه یک پیست اسکیت نزدیک خونشون پیدا کرد. فقط هفته یه روز کار میکرد تا کمی پول تو جیبی داشته باشه. بقیه زندگیش بین مدرسه و کلاسای باله و رویایی که برای آینده در سر داشت میگذشت. 10 نوامبر 1984 ترزا مثل همیشه حدود ساعت 5:30 عصر به محل کارش یعنی بوفه پیست اسکیت رسید. قرار بود تا آخر شب کار کنه و بعد به خونه یکی از دوستاش بره و همونجا بمونه. روز بعدم تصمیم داشت که برای دیدن پدرش به نیویورک سیتی بره. اما اون شب از همون ابتدا همه چیز برخلاف انتظارش بود. اول با دوست پسرش مشاجره کرد و کمی بعد هم با کمک مدیر بوفه درگیر شد. ماجرا از یک تذکر ساده شروع شد و کمک مدیر ازش ایراد گرفت که میزا رو خوب تمیز نکرده. اما بحث خیلی زود بالا گرفت و در نهایت درست وسط شیفت کاری ترزا رو اون آقا اخراج کرد. این اتفاق برای دختر 16 ساله‌ای که همیشه مسئولیت پذیر بود ضربه بزرگی بود. ترزا همونجا شروع به گریه کرد و حدود ساعت 10 شب در حالی که به شدت ناراحت بود محل کارش رو ترک کرد. صبح روز بعد مادر ترزا وارد اتاق دخترش شد. همون لحظه متوجه شد چیزی درست نیست. تخت خواب ترزا مرتب بود و چمدونی که ترزا از روز قبل برای سفر به خونه پدرش آماده کرده بود هنوز روی زمین اتاق قرار داشت. مادرش میدونست قرار بود ترزا اون شب رو خونه دوستش بمونه. برای همین اول تصور کرد که هنوزم همونجاست. اما وقتی که با دوست ترزا تماس گرفت با پاسخی روبرو شد که همه چیز رو تغییر داد. دوستش گفت ترزا اصلا دیشب اینجا نیومد. همون لحظه مادرش وحشت زده شد. اون یکی یکی با تمام دوستای ترزا تماس گرفت و متوجه شد که هیچ کس از دخترش خبری نداره. هیچ کس از زمانی که شب قبل محل کارش رو ترزا ترک کرده بود دیگه اونو ندیده بود. مادر ترزا بدون معطلی به پلیس مراجعه کرد و ناپدید شدن دخترش رو گزارش کرد. پلیس هم با همکارای ترزا صحبت کرد. اونا گفتن که ترزا اون شب از کار اخراج شده بود و حدود ساعت 9:47 شب در حالی که گریه می‌کرد محل کارش رو ترک کرد. اما بعد از اون دیگه هیچ کس نمیدونست ترزا کجا رفته. با وجود این پلیس از همون روزای اول تصمیم گرفت که ترزا احتمالاً از خونه فرار کرده. به نظر اونا دعوا با دوست پسرش، اخراج شدن از محل کارش و ناراحتی اون شب باعث شده بود که تصمیم بگیره مدتی از خونه دور باشه. به همین خاطرم تقریباً هیچ جستجوی جدی برای پیدا کردن اون انجام نشد. اونها فقط منتظر موندن تا شاید خودش برگرده. اما خانواده ترزا این فرضیه رو از همون ابتدا رد کردن. مادرش بارها به پلیس گفت من دخترم رو میشناسم و اون هرگز بدون خبر دادن ناپدید نمیشه. از طرف دیگه تمام وسایل شخصی ترزا هم در خونه بود. لباساش، وسایلش و پول پسندازش. دوستای ترزا هم داستان فرارش رو باور نکردن. وقتی دیدن که پلیس عملاً دنبال ترزا نمیگرده، خودشون دست به کار شدن و خیابونا رو گشتن و به مکانهایی که ممکن بود ترزا رفته باشه سر زدن و با افراد مختلف صحبت کردن. اما هیچ اثری از این دختر پیدا نشد و همونجا بود که ماجرا رنگ و بوی ترسناکتری به خودش گرفت. کمتر از 5 ماه قبلم دختر 15 ساله‌ای به نام کلی موریسی ناپدید شده بود. ترزا و کلی از کودکی با هم دوست بودن. البته بعدها وقتی که کلی با گروهی از نوجوانای درد سرساز رفت و آمد پیدا کرد، ترزا ارتباطش رو باهاش کمتر کرد. اما شباهت اصلی جای دیگه‌ای بود. آخرین جایی که کلی دیده شده بود فقط کمتر از 1 مایل با همون پیست اسکیتی فاصله داشت که ترزا در اونجا کار میکرد. این شباهت باعث شد بسیاری از مردم شهر از خودشون بپرسن آیا ممکنه یک نفر خاص پشت هر دوتا ناپدید شدن باشه
اما پلیس حاضر نبود هیچ ارتباطی بین این دوتا پرونده ببینه. اونها همچنان اصرار داشتند که کلی و ترزا هر دو از خونه فرار کردند. در تاریخ 12 ژوئن 1984 آخرین بار حدود ساعت 9 شب هلی در نزدیکی یک تلفن عمومی کنار پمپ بنزین شل در خیابان مریک روی دیده شده بود. او به دوستش گفته بود که میخواد به یک ویدیو کلاب بره و بعد به خونه برگرده. اما کارکنان ویدیو کلاب گفتن هرگز به اونجا نرسیده و بعد از اون هم دیگه هیچ کس کلی رو ندید. مجدد به پرونده ترزا برمیگردیم. با وجود تمام تلاش‌های خانواده و دوستان ترزا، روزها می‌گذشت و هیچ اثری از اون پیدا نمی‌شد. اونها در سراسر شهر اعلامیه‌های مفقودی نصب کردند، از مردم کمک خواستند و بارها از پلیس خواستند که تحقیقات واقعی رو آغاز کنه. اما اتفاقی که بعد از اون افتاد شرایط رو حتی دردناکترم کرد. مادر ترزا کم کم شروع به دریافت تماس‌های تلفنی ناشناس کرد. افراد مختلف ادعا می‌کردند می‌دونن دخترش کجاست. اما خیلی زود مشخص شد که بیشتر این تماس‌ها چیزی جز شوخی بیرحمانه نیست. یکی از این تماس‌ها از همه وحشتناکتر بود. دختری با مادر ترزا تماس گرفت و خودش رو ترزا معرفی کرد. او با صدایی مضطرب و بریده مدام التماس میکرد. کمکم کن، نمیتونم نفس بکشم، کمکم کن. و بعد تماس قطع میشد. چون این تماس‌های نزدیک به 1 ماه ادامه پیدا کرد و خانواده ترزا رو در عذابی دائمی نگه داشت. اما سرانجام در 5 دسامبر 1984 همه چیز تغییر کرد. آن روز 2 نوجوان در نزدیکی ریل راه آهن نه چندان دور از همون پیست اسکیتی که ترزا در اون کار میکرد مشغول قدم زدن بودن. یه دفعه چیزی توجهشون رو جلب کرد. زیر تعدادی برگ خشک و چند تا پالت چوبی جسد یک انسان پنهان شده بود و کمی بعد پزشکی قانونی هویت جسد رو تایید کرد. اون جسد متعلق به ترزا فوسکو بود. نتایج کالبد شکافی نشون داد که علت مرگ خفه شدن بوده. پزشکا همچنین اعلام کردند که ترزا دست کم چند هفته قبل جان باخته و موضوعی که این احتمال رو بسیار قوی می‌کرد این بود که ترزا همون شبی که ناپدید شد به قتل رسیده. وقتی جسد پیدا شد لباسای ترزا دیگه روی بدنش نبود. پزشکی قانونی همچنین نشانه‌هایی از تجاوز جنسی رو ثبت کرد. کاراگاه‌ها موفق شدن نمونه‌های بیولوژیکی مهمی رو از بدن قربانی جمع کنند. نمونه‌هایی که به احتمال زیاد متعلق به قاتل بود. اما سال 1984 بود و در اون زمان فناوری آزمایش دی هنوز وجود نداشت. در نتیجه مهمترین مدرک پرونده سالها بدون استفاده باقی موند. این دقیقاً همون نقطه‌ای بود که مسیر پرونده تغییر کرد. چون بعد از پیدا شدن جسد ترزا پلیس دیگه نمیتونست ادعا کنه ترزا از خونه فرار کرده. صدها نفر بازجویی شدند و خیلی زود کاراگاه‌ها به 3 تا مرد رسیدند که تصور می‌کردند قاتلای ترزا هستند. اما اونچه در ادامه رخ داد یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های قضایی آمریکا رو رقم زد.